عربو که اینا میگساری و قمار رو حرام اعلام کرده بودن و کشتن دختران نوزاد هم مردود میدونستن. اینها باز میبینید که یک سری از اعراب سالها قبل از اینکه پیامبر بیاد این کارو میکردن و پیامبر هم اومد همینا رو امضا کرده و تایید کرده. باز توجه بکنید اینها احکام خداوند نیستن، اینها برساخته های ذهن اعراب بدوی جزیره العرب هستن تو اون منطقه قبل از اسلام. ممکنه یک نسل قبل، دو نسل قبل، 5 نسل قبل، 10 نسل قبل باشه. اینا عرفی بوده که مردم با اساس این عرف زندگی میکردن. پیامبرم اینا رو اومده امضا کرده، تایید کرده. ابن سعد باز یکی از بزرگانه. ابن سعد میگه در آن هنگام خونبهای مرد 10 شتر بود و عبدالمطلب نخستین کسی است که خونبها را بر 100 شتر قرار داد و این سنت در میان قریش و همه عرب پذیرفته شد و پیامبر خدا نیز آن را تایید نمود و خونبها همان 100 شتر معین تعیین شد. خب باز میبینیم که یکی از چیزایی که اعراب ساختن پیامبر امضا کرده و وارد اسلام شده. کتاب مفصل فی تاریخ العرب قبل اسلام اونجا هم باز مفصل این بحثو کرده و مفصل ورده که مدعا اینه که بیش از 98% احکام فقهی غیر عبادی احکامی هستن که عرب جاهلی بر اون اساس زندگی میکرده. اون چیزی که تو اسلام بهشون میگن اعراب جاهلی، اینا بر ساخته های اعراب جاهلی بوده و پیامبر اسلام هم وقتی اومده و مبعوث شده به بعثت همونها رو امضا کرده، همونها رو تایید کرده و همونها به اجرا درآمده. مسعودی هم باز که باز از مورخین بزرگ هستش، اونم میگه بسیاری از سنت هایی که عبدالمطلب درست کردش همونها رو پیامبر تایید کرد و امضا کرد. شهرستانی باز یکی دیگه از بزرگان است. شهرستانی میگه کلبی گفت عرب در جاهلیتش اموری را تحریم کرده بود که قرآن نیز آنها را تحریم نمود. آنها مادرانشان، دختران، خاله ها و عمه ها را به زنی نمی گرفتند و آنها رسم 3 طلاق کردن در 3 دفعه را پذیرفته بودند. پس از جنابت غسل می‌کردند و مرده هایشان را غسل می‌دادند. مردگان را کفن نموده و نماز بر آنها می‌خواندند. باز می‌بینیم همه اینها که قبل بوده پیامبر اومده اینها رو امضا کرده، تایید کرده. آلوسی باز اونم میگه افراد قریش بر تن مردگان کفن می‌کردند و بر آنها نماز می‌خواندند. همچنین روزه می‌داشتند و خانه کعبه را طواف می‌کردند و سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دادند. از جمله احکام دیگر قریشیان این بود که دست راست دزد را می‌بریدند و پادشاهان یمن و حیره نیز اگر کسی راهزنی می‌کرد او را به صلیب می‌کشیدند و برای خونبهای نفس نیز 100 شتر می‌گرفتند. 3 طلاق کردن را لازم می‌دانستند و زن تنها در بار نخست و دوم مجاز به بازگشت بود و جدایی خوابگاه در هنگام عادت ماهانه را قسم خوردن در هنگام قتل مجاز می شمردن. خب باز میبینید تمام اینها رو که همه مورخین و بزرگان اسلام میگن قبل از اسلام بوده پیامبر اسلام امضا کرده. باز یکی از بزرگان شاه ولی الله دهلوی هستش که میگه راسخان در علم میدانن که شرع اسلام در باب نکاح و طلاق و معاملات و زینت و لباس و قضا و حدود و قسمت غنایم چیزی نیاورد که اعراب ندانند یا در قبولش تردید کنند، ولی گاهی تصحیح خطاها رخ میداد، مثل ربا که در میانشان رواج یافته بود و از آن نهی شدند. دیه قتل در زمان عبدالمطلب 10 شتر بود. دید که با 10 شتر دست از آدم کشی بر نمیدارند، آن را به 100 شتر رسانید و پیامبر هم آن را نگاه داشت و عوض نکرد. اولین قسم را ابو طالب برگزار کرد. از هر غارت 1/4 به رئیس قوم میرسید. پیامبر آن را 1/5 کرد. قباد و انوشیروان پسرش مالیات و اشتریه میگرفتن، شهر هم چیزی نزدیک آن را آورد. بنی اسرائیل زانیان را سنگسار میکردند. توجه بکنید این از عرف بنی اسرائیل بوده، عرف یهودیا بوده. سنگسار، بنی اسرائیل زانیان را سنگسار میکردند و دست دزد را میبریدند و قاتل را میکشتند. قرآن هم همان را آورد و امثال اینها بسیار است که بر شخص محقق مخفی خواهند ماند. بلکه اگر تو زیرک باشی و به جوانب احکام محیط باشی، خواهی دانست که انبیا علیه السلام در آیین و آداب عبادت چیزی نیاوردند که خودش یا مثلش در میان قومشان نباشد. پس تمام مدعا، تمام سخن این بودش که این احکام فقهی، این احکامی که بعداً فقها آوردن و بهش میگن احکام